سلام به شما عزیزان، خیلی خوش اومدید به ویدیوهای امروز. اینجا چنل مستر گیمینگ. خیلی خوشحالم که باهاتون همراه هستم. توی این ویدیو آموزش دانلود آهنگ از اسپاتیفای رو داریم، به خاطر اینکه توی روش‌های قبلی که حالا من چندین جا دیده بودم از قبل از کار افتاده، یه سری ربات بودن توی تلگرام، یه سری آدرس ها بودن که اونها یا مسدود شدن و یا غیر فعال شدن. میخوایم که جدیدترین روش دانلود آهنگ از اسپاتیفای رو بهتون یاد بدیم، پس با ما همراه باشید و آموزش رو از اول تا آخرش ببینید. خب همونطور که میبینید به صورت معمولی من اپلیکیشن اسپاتیفای رو باز کردم. فرقی نداره چه توی اندروید چه توی کامپیوتر، وقتی که بازش میکنید به صورت معمولی با همچین صفحه‌ای مواجه میشید و برای شما باز نمیکنه با آی پی ایران. و همچنین اگر بخش spotify.com رو بیارید و لاگین با گوگل یا هر اکانتی که دارین رو بزنید، همچین صفحه سیاهی میاد براتون یا اصلا باز نمیشه و کلا به مشکل برمیخورید. بعضی وقتا هم اگر از VPN های معمولی استفاده کنید یک پیغامی رو دریافت میکنید که میگه شما دارید از پروکسی استفاده میکنید و با آی پی اصلیتون وارد بشید. خب حالا راه حل چیه؟ راه حل من اینه که هم توی اندروید هم توی پی سی باید از نرم افزار تغییر آی پی ویندسکرایب استفاده کنید که یک همچین اپلیکیشنی هست. شما همچنین میتونید توی کانال تلگرام من ادساین مثل راندرلان گیمینگ 20 یک کدی رو براتون گذاشتم، میتونید وارد کنید و ماهیانه تا 1 سال 30 گیگ ویندسکرایبتون شارژ بشه بدون هیچ چیز دیگه ای. پس اون رو هم دنبال کنید. در حالت عادی ماهی 10 گیگ بهتون پهنای باند میده که استفاده کنید. اینجا میتونید توی هر آی پی که میخواید بذارید. مهمترین ویژگیش اینه که برای از بیخ و بن، یعنی از ریشه، این تغییر آی پی انجام میشه، چون که بخش فایروال رو داریم و از تکنولوژی پروتکل UDP استفاده میکنه و لوکیشن های مختلفی داره از این بخش که میتونید بست لوکیشن رو بزنید اگر خواستید و با بست لوکیشن برید یا هر کدوم از این کشورهایی که رایگان هستن رو انتخاب کنید. وقتی که این کار رو بکنید بخش spotify.com رو بیارید براتون باز میشه. ببینید حالا من اونجا ارور کانکشن خورد به این دلیل که این UDPش هنوز فعال نشده بود، الان فعال شده و اینجا بخش حالا من لاگ اوت میکنم، بخش اسپاتیفای رو داریم. همچنین تو اپلیکیشنش هم من یه دور دیگه بخش اپلیکیشنش رو براتون بیارم. میبینیم که به راحتی این اپلیکیشن برامون لود میشه و باز میکنه. پس این از اینکه چجوری اسپاتیفای رو بازش کنیم. بخش نصبش هم که اینجا بخش دانلود داره، من این رو انگلیسی قرار بدم تا بیشتر مشخص بشه. تو بخش دانلود اینجا میتونید دانلودش کنید. بخش ساین اپ هم داره، میتونید با گوگل ثبت نام کنید و یا با ایمیل خودتون. بعد که ثبت نام کردید میاید اینجا بخش آهنگا، هر آهنگی رو که دوست داشتین رو میخواید حالا دانلودش کنید. بخوایم دانلودش کنیم راههای مختلفی وجود داره، ولی این راهی که بهتون میگم یکی از آسون ترین راه هاست که هست. مثلا روی یکی از این آهنگا من کلیک میکنم. وقتی که این کلیک کنم چه تو اندرویدش چه توی اپل و یا چه توی پی سی، اینجا یه 3 نقطه‌ای داره. برای اندروید اون بالا سمت راسته اینجا یه گزینه شیر داره، کپی سانگ لینک. اول باید لینک آهنگمون رو کپی کنیم. بعد که کپیش کردیم از یه نرم افزار کمکی دیگه استفاده میکنیم، اسمش نوت برنر اسپاتیفای موزیک کانورتر هست که میتونید از گوگل سرچ که بکنید اولین سایتی که میاد رو باز کنید. این بخش رایگان داره، میتونید که بخش رایگان رو
دانلود کنید برای ویندوز و همچنین برای مک وجود داره. حالا من بخش دانلودش رو میارم تا بهتون بگم. برای مک وجود داره و برای ویندوز. برای اندروید هم به زودی قراره که ارائه بدن و یا خودتون توی گوگل پلی سرچش کنید اگر پیداش کردید که چه بهتر. اینجا ببینید برای اپل وجود داره، برای ویندوز وجود داره و چیزهای مختلفی که هست برای رکورد کردن و غیره. وقتی که دانلودش کنید و نصبش کنید با همچین صفحه مواجه میشیم که میگه یا درگ اند دراپ کن آهنگ تو و یا اینکه لینکش رو به ما بده. من لینکش رو خب کپی کردم، اینجا کنترل وی رو باید بزنم. من این لینک آهنگ رو اینجا گذاشته بودم، اینجا میذارمش و اینتر رو میزنم. وقتی که اینتر رو میزنم آهنگ رو به صورت خودکار برای من پیدا میکنه و کافیه که اوکی رو بزنم و اینجا بعد که اوکی رو زدم میتونید حتی چند تا آهنگ با هم بزنید که با هم دانلود بشن، مشکلی نداره. و بخش کانورت رو باید بزنید و یه نسخه رایگان داره و نسخه پولی. نسخه رایگانی 3 دقیقه اول آهنگو بهمون نشون میده و به خاطر اینکه تقریبا 90% آهنگایی که وجود دارن زیر 3 دقیقه پس برای ما مشکلی پیش نمیاد و وقتی که این رو میزنیم صبر میکنیم تا این صفر بشه 100 و برامون کانورتش کنه با بالاترین کیفیت موجود. این رو کانورتش میکنه و برامون دانلودش میکنه و نسخه مثلا 64 بیت و اینها وجود نداره، یعنی بالاترین کیفیتی که این آهنگ توی اسپاتیفای داره رو برامون دانلود میکنه و من صبر میکنم این 100% بشه تا ببینیم که چجوریه. خب این 100% شو. وقتی که 100% بشه شو این ویندوز اکسپلور رو بزنیم. حالا من قبلا 2 بار دانلودش کردم، یه بارم اینجا دقیقا میاره برامون و 3 دقیقه اول رو بهمون این آهنگ رو نشون میده که خیلی هم کیفیت بالایی داره. پس این یکی از آسون ترین راه ها برای دانلود از اسپاتیفای هست. اگر روش راحت تر و بهتری برای اندروید پیدا کردم حتما براتون میذارم. البته میتونید توی گوگل سرچ کنید اسپاتیفای دانلودر فور اندروید، نرم افزارهای مختلفی میاد براتون، ولی در حال حاضر که من براتون دارم ویدیو رو ضبط میکنم نرم افزار به درد بخوری رو فعلا پیدا نکردم برای این کار. و اگر این نوت برنر اسپاتیفای حتما اندرویدشو گذاشت براتون داخل کانال تلگرامم میذارم، پس اونجا هم فالو داشته باشید. اگه روش دیگه هم پیدا کردم آسان‌تر هم براتون بازم توی کانال تلگرام میذارم. اگه سوالی داشتید حتما بگید توی کامنت ها و ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، کامنت بذارید و ساب کنید. اگر باز هم روشی پیدا کردم که آسان‌تر بود توی بخش کامنت ها پینش میکنم توی یوتیوب. مرسی که با من همراه بودید. فعلا خدا نگهدار.